روزی که خدا رو با تمام وجودت صدا زدی، خدا فرشته هاشو میفرسته که همه جوره یاریت کنن، نه یه دونه نه دوتا، لشکر فرشته ها. چقدر این جمله رو قبول داری؟ آرزو الکی تو دل ما نمیفته. آرزو دلیل بر استعداده. پس اگر من یه آرزویی به دلم میفته، خدا مهارتشو و راههاشو برای من گذاشته. پس با ایمان بهش توجه کن. اونجایی که همه کار رو سپردی دست خدا، مسیرها برات باز میشه. اونجایی که پروردگارتو با تمام وجودت صدا زدی، پروردگارت هم برات نیروهای غیبیشو میرسونه. توکل بر خدایت کفایت میکند حتما. اون روزی که خدا رو با تمام وجودت صدا زدی، خدا فرشته هاشو میفرسته که همه جوره یاریت کنن، نه یه دونه نه دوتا، لشکر فرشته ها. چقدر این جمله رو قبول داری؟ آرزو الکی تو دل ما نمیفته. آرزو دلیل بر استعداده. پس اگر من یه آرزویی به دلم میفته، خدا مهارتشو و راههاشو برای من گذاشته. پس با ایمان بهش توجه کن. اونجایی که همه کار رو سپردی دست خدا، مسیرها برات باز میشه. اونجایی که پروردگارتو با تمام وجودت صدا زدی، پروردگارت هم برات نیروهای غیبیشو میرسونه. توکل بر خدایت کفایت میکند حتما.